السلام علیکم همکاران عزیز اعضای گروه انگور و باغ. امروز 4 اکتبر سال 2023 باشد و ما با شما حاضر عین زمان درباره غذای زمستانه و درخت دادن یک نوار پیشنهاد میکنم. پیش از که نوار رو پیشنهاد کردم و شما میگم که این درخت خرما است. درخت خرمایی که من بهار سال 2022 شنوندم. الان حالی 2 ساله نشده است. بهار 2024 شد، بعد 2 ساله میشود. لیکن نهال رو نگاه کنید چقدر نهال خوش صفتی کلان است. نهال خرما برای چی این خوش صفت شد؟ وقتی که من شنوندم یکمش که من چقوری وقتی شنوندن رو چقوریش رو سرخیزو کرده بودم، سری وقت آب دادم و همخیل نشونم کرد. سبب دویمش آن که من بهار این رو تابستون رو ابریسکای تابستونه کردم. سبز زیلون ابریسکا من این جایی من ماهی ایون بود من اینجا بریدم. دیدید یک تا بودن همین یک تا اومده بود. ناودا من بریدم من ابو ناودا کرد. ناودا هایی کرد که احتمال میرود که سال دیگه بندد و در نتیجه من این نشان کرد. من تابستون بریده بودم. انا میشه ماهی ایون بریدم. قریب ایول بود. با من اینجاش هم بریدم. یک مرتبه دیگه ایول من اینجاش بریدم 2 تا کرد. دیدید یک تا ناودا بود من اینجاش بریدم 2 تا ناودا کرد. وقتی که سبز است نوکش رو پوچید پنجه میزند در تابستون. من پنجه زدگی از یک ناودا من ببینید همین یک سال من از یک ناودا چند تا گرفتم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ناودا گرفتم. من اینجا ده هست 10 ناودا گرفتم. همین که قریب 25 ناودا گرفتم که احتمال میرود که سال دیگه بندد. این است فایده زیلون ابریسکا در تابستون. وقتی که نهال شما بخش غذاش بقوت است، آبش هست، شما زیلون ابریسکا کنید همون وقت میبرید. من همین احتمال میرود سال دیگر بندد. اکنون میگذاریم به غذایی. من هم خیلی چقوری کندیم. دیدش رو بینید که هرچند که من دویم آب میتیم خشک است بخش و من همین ریشه های همین رو برو بردم. ریشه های همین خرما رو از بخش برو بردم تا که به شما نشون دهم که ریشه تا کجا رفته است. من این ریشه است. من ببینید یعنی که خیلی کمی برگ رفتگی است. ریشه تو همجا رفتگی است و برای این ریشه جبنده است میگن مکنده است. این ریشه اسکلتی میشود. ریشه های جبنده انینو میشود. من به شما نشون دهم نزدیک بیار. انا دیدید من ریشه کو اسکو ریشته انا اینا جبنده هستن. خوراک رو یعنی غذا رو همین ریشه ها کشیده گرفته نهال رو تامین میکنند. برای چی ما زمستان آمده تامین من همین رو غذا داده استودم. تو زمستان آمدن حالی یک ماه یکونی ماه دیگر است و درخت کم و بیش در حرکت است. هرچند که از حرکت مانده استوده است. من ببینید زرد شده تیرما آمده استوده است. از حرکت مانده استوده است و یک ماه پس خوب می رود. تو یک ماه هم من حرکت میکنم در این غذاتیم تا که این یک ماه کم و بیش همون غذای ما را استفاده برده و با زمستان با شکم سیر رود. یعنی که با تنه با قوت رود با خونگی ها و دیگر آفت ها این مقابلت نشان داده تاند. برای همین من در این ماه اکتبر میتیم که تو دکبر کمی باشدم از غذای من دادگی این استعمال کند. غذای من دادگی چی است؟ غذای من دادگی چخیل است. من از کنده تقریبا 30-40 سانتی متر پرتفته این طرفش رو 30-40 سانتی متر کوفتیم و ریشه های جبنده رو یافتیم و ما بالای همه ریشه های جبنده من هم خیلی پاروی کهنه رو در اینجا پاروی مرغ هم است، پاروی گوه هم است، خس هم است. من ببینید این پاروی که هیچ وقت دیگر یگان ضرر نمیکند، تنها و تنها فایده میکند. پاروی سویجی نیست که گویم سوزاند بالای ریشه ها. درون این خودش پوری ریشه شدگی بود و ما با این پاروی پوسیده نیترامافوس ایلوه میکنیم. من این نیترامافوس است. نیترامافوس که باشد سرخ میشد. سرخ که نیست نیترامافوس است. کلی ندارد. بالای این میتوشیم. یک کیلو بوری چوشه در این درخت بس
و این پرو رو حاضر ما آموخته کرده در همین چقوری میپرتویم. همدیران عزیز دویم با من سوال میتن که اکا میگن امافوسش نقص، نیترامافوسش نقص یا نیترامافوسکش نقص. با این سوال جواب داده نمیشود. برای چی؟ برای اینکه در زمین وارد کردن آن چیزی که زمین محتاج است. زمینی است که طبیعتا فسفرش بسیار بابای فسفر در کار نیست، کالی در کار. کالیش میبینید کم باشد. میبینید که کالیش بسیار طبیعتا فسفرش کم، فسفر انداختن در کار. و این رو با ما جواب میگوید لابراتوری زمین خاکسنجی. برای این رو که شما کدام دارو رو وارد کردن به زمین شما بهتر است، شما خاکتون رو برید به همون انستیتوت خاکسنجی سنجد و بعد وارد کنید این یا اون غذا رو درخت شما نقصتر نشو نما میکند، چون که همه الیمنت ها در اونجا باید پیدا میشود. حاضر من تخمینا من میدونم که همین پرو این اونیورسال است، در تمام دور و وقت این در درونش همه میکرو الیمنت ها هست میپرتویم. نیترامافوس رو هم تخمینا پرتوفته ایستادم، من هم زمینم رو لابراتوری نبردم، منم کورکورا کار کرده ایستادم، لیکن نشونم که خوب است میپرتویم، نتیجهش که خوب است. برای هوای سوال به معنی است کدام داروش خوب است. هر یک دارو ماهیت خودش رو دارد. هر یک مثال میگیریم کربامید مچوین هم میگویند یا سلیترا و بهار برای نشونما یافتن نوده ها کمک میکند. این ریختگی های ما نیترامافوس و پرو اینو در ریشه بسیار کمک نقض میکنن. ریشه که کمک نقض کردن البته بالا نقض نشونما مییابد. و حاضر ما به شما نشون میدیم که چخیل ما رو آموخته میکنیم و بخی همون چقوری رو پر میکنیم. برای چی من اینقدر کلان کردم، چقوری کلان کردم اینقدر پرو بسیار ریختم با این قدر دارو. برای اینکه من این رو میریزم تقریبا یک 4-5 سال دیگر غذا نمیتونم به این درخت بس. و بعد 4-5 سال من وقتی غذا داده شوم غذا رو علاقه در اینجا نمیتونم و غذا رو هی در اینجا میتونم. انا اینجا رو چقوری کنده کلان پروی بسیار ریخته، نیترامافوس یا دیگر چیزا ریخته. برای که ریشه تو اینجا در 4 سال ریشه پتک ریشه که در روی زمین میرود غذا کوفته میرود اینجا میبیاید و 4-5 سال پس من در اینجا غذا میتونم و من اینقدر بسیار میتونم تو 3-4 سال تو 5 سال ممکن من غذا نتونم. انا کم غذا زمین غذا طلب بودنش از چی معلوم می شود؟ وقتی که میوه شما مایده شد، شیرینیش رو گم کرد، حاصل بیزیب شد، حاصل خوش صفت نشد، باید معنای اون رو دارد که زمین شما غذا ندارد. وقتی که زمین شما پر از غذا باشد میوه شما کلان می شود، میوه شما شیرینی با مزه می شود، اون وقت به پرو می گردید. انا ما حاضر باز می داریم و پرو رو می ریزیم در اینجا. حالی ما پرو رو آمیخته میکنم به شما نشون میدم چقدر میریزیم. بعد آب میتیم. آب دادن هم حاضر ضرور است. وقتی که در زمینای للمی باشد جو به آب است و ما مجبور هستیم آب نمیتیم. همین خیلی پرو رو میتیم. برف و بارون بعد تیرمو این رو نم میکند و حاضر باشد ما آب تیم بهتر است چون که آب داریم. حاضر ما عرلاش میکنیم آمیخته کرده میتیم.